میخوام ترسناکترین اتفاقی که برام افتاده رو تعریف کنم. اون موقع با بابام توی خونه یه طبقه توی محله آروم زندگی میکردیم. روزها همه چی عادی بود، اما شبها وقتی چراغو خاموش میکردم و میخوابیدم همیشه یه صدای خراشیدن میشنیدم. معمولاً فقط چند ثانیه طول میکشید و بعد قطع میشد و من خوابم میبرد. اما هر شب صدا بلندتر و بیشتر میشد. بالاخره به بابام راجبش گفتم، اما گفت یکم بگذره عادت میکنی. من نمیخواستم عادت کنم، ولی دلم هم نمیخواست با بابام بحث کنم، پس تحمل کردم. برای اینکه صدا رو نشنوم بالش رو میذاشتم روی گوشام. جواب داد، لااقل برای یه مدت، تا اینکه یک هفته بعد صدا اونقدر بلند شد که نصف شب بیدارم کرد، حتی با بالش روی گوشم. دیگه تحملم تموم شده بود. باید میفهمیدم صدا از چیه و قطعش میکردم، وگرنه هیچ وقت نمیشد درست بخوابم. چشامو مالیدم و نشستم. با دقت گوش دادم تا ببینم از کجا داره میاد. در کمال تعجب صدا انگار داشت از داخل دیوار میومد و داشت حرکت میکرد. اولش ترسیدم، فکر کردم شاید یه آدم توی دیوار زندگی میکنه، ولی بعد گفتم احتمالاً راکون یا یه حیوونه. از اتاق رفتم بیرون و دنبال صدا راه افتادم. یواش رو نوک پنجه‌هام راه میرفتم که یه وقت بابام بیدار نشه. فکر کردم اگه واقعاً یه راکون تو دیوار باشه خودم تنهایی میترسونمش و فراریش میدم. صدا منو برد تا زیر زمین، جایی که همیشه ازش بدم میومد. هر وقت میرفتم اونجا همیشه حس میکردم یه چیزی داره نگام میکنه. واقعا دلم میخواست برگردم توی اتاقم، اما از اون ورم دیگه تحمل اون صدای خراش ها رو نداشتم. بنابراین جرأتم رو جمع کردم و در رو باز کردم. پله ها، تاریکی، خیلی ترسناک بود. صدا یه لحظه قطع شد، بعد دوباره شروع شد. انگار هر چی داشت اون صدا رو درست میکرد فهمیده بود من اونجام. یه لحظه فکر کردم دارم اشتباه بزرگی میکنم که تنهایی میرم پایین. اگه حیوان خطرناکی بود چی؟ اگه از من بزرگتر بود؟ اون فکرای مسخره رو از سرم بیرون کردم و بهشون خندیدم. من برای چی باید از یه حیوان خنگ بترسم؟ الکی داشتم سعی میکردم شجاع باشم. فقط باید خیلی فرز باشم و سری بگیرمش. پا برهنه از پله ها آروم رفتم پایین. اینجوری صدای پاهم کمتر می شد. تازه برای احتیاط دستمو هم گرفتم جلوی دهنم تا صدای نفسهام خفه بشه. ولی همه این کارا بیفایده بود. با هر قدمی که برمی داشتم چوب زیر پام جیر جیر می کرد و بلند صدا می داد. بی خیال بابا، با خودم گفتم و بقیه راه رو از پله ها دویدم پایین. اگه اون موجود قبلا فقط یکم از حضورم خبر داشت، حالا دیگه دقیقاً میدونست کجام. هرچی جلوتر میرفتم صدا بیشتر و دیوانه‌وارتر میشد. دنبالش کردم تا اینکه رسیدم به یه در کوچیک که اصلا نمیدونستم توی خونمون هست. یه سوراخ مربعی کوچیک کنار دیوار بود، درست به اندازه‌ای که یه بچه بتونه ازش رد بشه. از اونجایی که تا اینجا اومده بودم روی شکم دراز کشیدم و با آرنجام خزیدم داخل، مثل سربازایی که زیر سیم خاردار میخزن. اینقدر جا تنگ بود که مجبور بودم کاملا صاف بخوابم تا جا بشم. تاریک و خفه بود، ولی همینطوری میخزیدم تا اینکه یهو صدا قطع شد. وایسادم، منتظر شدم دوباره صدا شروع بشه، ولی نشد. یکم ضد حال بود، اما خب لااقل تموم شده بود دیگه. هنوز به فکر بیرون رفتن نیفتاده بودم که یهو از پشت سرم یه صدای جیغ شنیدم. سری برگشتم و در کمال وحشت دیدم یه گله موش پشت سرم هستن و راه برگشت رو بستن. جیغ زدم و شروع کردم به خزیدن سمت جلو. موشا دنبالم میکردن و با دندوناشون دنبال پام بودن، ولی خیلی نتونستم جلو برم چون رسیدم به یه بنبست. روی پشتم چرخیدم و با ترس نزدیک شدن موشها رو نگاه میکردم. سری پامو از زمین بلند کردم و زانوهامو خم کردم. آماده بودم که اگه خیلی بهم نزدیک شدن با لگد بزنمشون. نزدیک نشین وگرنه. ولی موشا یه ذره هم نترسیدن. چرا باید بترسن؟
یه دختر کوچیک جیغ جیغو با لباس خواب توی یه تونل تاریک. احتمالاً براشون مثل یه غذای خوشمزه بودم. اشک از چشمام سرازیر شده بود و داشتم میلرزیدم. فقط 1-2 دقیقه گذشته بود ولی برای من انگار چند ساعت بود. همینطور نزدیکتر می شدن و دندوناشون رو جلوی کف پام به هم می زدن. یکیشون خواست پامو گاز بگیره. منم سری لگد زدم و پامو کشیدم عقب. کارم انگار بدتر عصبانیشون کرده بود چون یهو همه با هم پریدن رو. اونجا بود که از ته حلقم جیغ زدم و وحشیانه لگد می زدم بهشون. یه لحظه دیدم بدنم پر از چنگ و دندون و موی موش ها شده. هر جای بدنم که پیدا می کردن و گاز می گرفتن. دست، پا، همه جام. فکر کردم همینجا می میرم. تا اینکه بابام که صدای جیغم رو شنیده بود با یه چوب بیسبال دوید پایین. کجایی؟ اینجا! در حالی که هنوز با موشا می جنگیدم جیغ زدم. موشا انگار از صدای بابام و قدمهاش ترسیدن چون سری فرار کردن و بالاخره منو که پر از خراش و گاز بودم و رها کردن. بابام منو از تونل کشید بیرون و برد بیمارستان تا پانسمانم کنن و واکسن کوزاز بزنم. هنوز داشتم از ترس میلرزیدم ولی خوشحال بودم که زنده موندم. بابام تو بیمارستان 1000 بار ازم معذرت خواهی کرد و گفت باید حرفمو جدی میگرفت. منم بخشیدمش. فردا صبحش یه سمپاش آورد تا کل خونه رو سمپاشی کنن. من و بابام مجبور شدیم 1 هفته تو هتل بمونیم و بعد برگردیم خونه. بعد از اون دیگه هیچ صدای خروشیدنی از تو دیوار نشنیدیم. الان سالها از اون ماجرا گذشته ولی هیچ وقت اون حس وحشتناکی که داشتم زنده خورده می شدم و یادم نمیره.